به آن تله آجری میگویند، محوطه هخامنشی که بنای ویژه‌ای را در دل خود نهان کرده است. هیئتی متشکل از باستانشناسان ایرانی و ایتالیایی حفاری در آن را آغاز کردند و حاصل کار کشفی بزرگ در عرصه باستانشناسی ایران شد. ما فاصله 3.5 کیلومتر از تخت جمشید هستیم در یک محوطه که اسمش تل آجری، چون از وقتهای گذشته همه میدونند که این پر از آجر. ما اینجا از 2 سال پیش حفاری کردیم و یک ساختمان خیلی مهمی از زمان قدیمی هخامنشی پیدا کردیم. اما آنچه کشف شده تنها یک بنای ساده هخامنشی نیست. این بنا دستاورد تازه‌ای در مطالعات معماری آغازین سالهای سلسله هخامنشیان است. بنایی که گفته می شود احتمالاً به دست بابلیان ساخته شده باشد. هیئت باستانشناسی ایرانی و ایتالیایی با همکاری پژوهشکده باستانشناسی سازمان میراث فرهنگی و دانشگاهی داخلی موفق شد که 3 سال در این محوطه کاوش‌های باستانشناسی انجام بده و خوشبختانه آثار بسیار ارزشمندی از آغازین روزگار دوران هخامنشی به دست اومده، یعنی از آثاری که مربوط به دوران کوروش هخامنشی است و این آثار خیلی اهمیت دارن به دلیل اینکه خب ما موتیف‌ها و نقش‌هایی که در این بنای با شکوه که همه از آجرهای لعابدار ساخته شده به دست اومده نقشه‌ای هستن که مربوط به بابل بین النهرین هستند، یعنی در زمانی که 539 قبل از میلاد کوروش هخامنشی بابل رو فتح میکنه احتمالاً گروهی از هنرمندان رو به این منطقه کوچونده و اونها این بنای ارزشمند رو ایجاد کردند. تزیینات آجر خیلی شبیه با تزیینات ساختمان‌های بابلی از دوره بابلی جدید مثل ایشترگیت و فکر می‌کنیم که این ساختمان از دوره کوروش کبیر هست، قبل از داریوش. این قسمت که می‌بینید قسمت که سالم مونده و همه این ساختمون که پلان تقریباً مستطیل هست ساخته شده به وسیله آجر و خشت. قسمت داخلی دیوار از خشت، قسمت بیرونی از آجر و این ساختمون خیلی مهم چون از بیرون آجر یک تزیینات لعابدار داشتند. اینجا ما یک ساختمان داریم که یک سنت معماری بین النهرین اعلام داره. این سازه های آجری که در اینجا به دست اومده در واقع تمام اون بخش نیستن، به خاطری که بخش های زیادی از اینجا در دوره های بعد از هخامنشی به غارت رفته. مثلا در دیواره ها میبینیم این چاله های بزرگی که کنده شده یا این چاله های بزرگی که در روی آجرها هستن. آجرهای این بنا به دلیل ارزشی که داشته در دوره های بعد از هخامنشی از محوطه به غارت رفته. به خاطر همین وقتی که کاوش کردیم همیشه آثاری رو دیدیم که چاله بود، کنده شده بود، یعنی آجرها از جای خودشون خارج شده بودن. رد اینها رو بخشایی به دست آوردیم. مثلا در همینجا یک دیواره بزرگ آجری وجود داشته که این تراس در دوره های بعد از هخامنشی به غارت رفته، یعنی اینجا دیوار وجود داشته و این دیوار که بخش‌های مختلفش از آجر هستش. این آجرها در ابعاد 33 در 33 سانتی متر با ضخامت 7 تا 8 سانتی متر هستند. آجرهای بزرگی هستند. مخصوصا در این قسمت‌ها اینجا ورودی این بنا بوده، یعنی ورودی این بنای بزرگ در شرق قرار داشته و
نمای این ورودی ها مثل اینجا آجرهای لعابداری که در این بخش به کار رفته، این آجرها اهمیت داشتن. به همین خاطر تمام این آجرها با ملات قیر اندود شده. ببینیم خب برای هخامنشیان مهم بوده و علاوه بر اون نقش های مختلفی در روی سطح آجرها به کار رفته که این آجرها رو میبایست در اینجا به کار میگذاشتن. به همین دلیل بنیان بنا در دوران هخامنشی با ملات قیر تمام آجرها پوشش داده شده، به خاطر اینکه رطوبت نمای آجرها رو خراب نکنه. این آجرهای لعابدار آجرهای ارزشمندی بودند که در یک پروسه خیلی جدی و مثلا کار تکنیکی ساخته می شدن. به همین خاطر هم بود که در این بنای بزرگ حکومتی به کار می رفتن. این آجرها کم بیش تخریب شدن، همه از بین رفتن. حتی ببینید در نمای دیوار این آجر لعابداری هستش که توی تخریب‌های بعد از دوران هخامنشی اینها رو بیرون آوردن. باستانشناسان اکنون با بنای منحصر به فردی مواجه هستند، بنایی که نمونه آن کمتر در دوره هخامنشیان دیده شده است. آنها احتمال می‌دهند که در طول آجری بنایی مذهبی یافتند. مطمئن نیستیم که مذهبی، ولی پلان این ساختمون یک پلان خیلی عجیبی، یک ساختمون بزرگ مثل یک برج. دیوارها ضخامت 10-12 متر دارند. اتاق داخلی کوچک هست. هیچ سفال پیدا نکردیم، یعنی یک جا برای سکونت نیست. ما مطمئن هستیم. ولی ما می‌بینیم در آجرها که پیدا کردیم، آجرها لبدار که پیدا کردیم در حفاری، که دو موضوع مهم بودند. یکی موشخوشو، یعنی این حیوان افسانه‌ای که از دوره بابلی نشان خدای مردوک بود، و دیگر گاو. ما این دو موضوع داریم اینجا در این ساختمون، و بعد از این ساختمون موشخوشو هیچ وقت پیدا نمیشه در هنر دوره هخامنشی. این بنا به شدت تخریب شده است. علت تخریب آن به درستی معلوم نیست، اما شواهد نشان می‌دهد که پس از رونق گرفتن تخت جمشید این بنا کاربری خود را از دست داده است. شاید در روزگاری که تخت جمشید تازه در سال 521 قبل از میلاد توسط داریوش یکم ساخته می شده، این بنا وجود داشته، ولی به نظر می رسه که بعداً این نقش ها و آثاری که مربوط به بابلی ها بوده، اگرچه در دوران داریوش هخامنشی با تسامح و مدارای مذهبی تحمل میشن، ولی به مرور در دوران خشایارشا و پادشاهان بعد از خشایارشا احتمالاً این آثار بابلی در اینجا به فراموشی میره. یافته های باستانشناسی در این تپه به زودی دوباره به خاک باز می‌گردند. این اقدام از آن روز که خاک بهترین حافظ این آثار است، اما باید تدبیری اندیشید تا این آثار دوباره سر از خاک بیرون آورند و به مانند سایت موزه‌ای در معرض دید علاقه‌مندان قرار گیرند.